با من آماده بشیم بریم اکسپلور. قرار نیستش که این ویدیو اینجوری باشه که بره تو اکسپلور. قراره که کارهایی که من کردم و رفتم تو اکسپلور رو بهتون بگم و باعث شد این کارا یه چیز هلوهوش 10 الی 15 کی به من اضافه بشه بدون که هیچ تبلیغاتی بکنم، فقط با ایده‌ای که داشتم. اولین ویدیویی که من تولید کردم باعث شد که من برم تو اکسپلور ویدیوی تولید لوازم آرایش بود که من از پروسه تولید یه لوازم آرایش، یعنی یه رژ لب، اومدم ویدیو گرفتم، رفتم یه کمپانی روسی بود، رفتم اونجا لوازم آرایش تولید کردم و این پروسه تولید رو من نشون دادم و این باعث شد که مخاطب من از نزدیک ببینه که یه لوازم آرایش چجوری تولید میشه و واسش جذاب بود. این چیزی بود که مردم ندیده بودن، خیلی نمیدونستن که پروسه تولید یه لوازم آرایش چجوری هستش. پس من اومدم ویدیویی تولید کردم که کسی تولیدش نکرده بود، یه جورایی یونیک و خاص بود و این باعث شد که بیشتر دیده بشه. اون پروسه تولید برای مخاطب جذاب بود، دوست داشت ببینه که یه لوازم آرایش چجوری تولید میشه و اکثرا هم کامنت های گذاشته بودن که چقدر جالبه، کاش تو ایران باشه همچین چیزی و از این صحبت ها. دومین ویدیو من چیزی بود که باز کسی خیلی این کارو نکرده بود. اومدم این کار عجیب غریب کردم، اومدم بلندرمو خیس کردم، گذاشتم تو فریزر و یخ زد و من اون حس و حال آرایش با یک بلندر یخ زده رو اومدم تو ویدیوم نشون دادم. از تجربه‌ام گفتم، اومدم گفتم وای که چقدر سرده. اومدم یخ اسکی پوشیدم، همه اومدن کامنت گذاشتن خب یخ اسکی اصلا چه ربطی داره به این ویدیو، در صورتی که همه اینا سناریوهایی بود که من از پیش تعیین کرده بودم برای اینکه اون محتوامو جذاب کنم. کلی کامنت گرفتم، کلی هیت هم من گرفتم، خالی از لطف نمونه، ولی باعث شد که باز اونم نزدیک 4-5 هزار تا فالوور به من اضافه کنه. ایده بعدی که داشتم ریاکت به میکاپ های تیک تاک بود، اینجوری که میکاپ هایی که وایرال میشد توی تیک تاک و من میمدم خودم انجام میدادم و ریاکت روش انجام میدادم، در واقع نظر شخصی خودم رو میگفتم. مثل همین میکاپی که ککومک میذاشتم با کرم بروکلی، در واقع میومدم تجربه شخصی خودم رو توی ویدیوها میگفتم آقا خوبه انجام بدین یا خوب نیست انجام ندین. و یه موضوع دیگه، خودم میرفتم از کارهایی که خودم زمان قدیم مثل خط چشم کشیدن با ناخون، خط چشم کشیدن با انگشت یا خیلی چیزای دیگه که قدیما خودم انجام میدادم و اومدم ویدیوشو گرفتم و همین باعث میشد که کلی چیزای جدید رو بیام بهتون یاد بدم و از تجربیات خودم بیام صحبت کنم. ترفندهای مختلف رو تست میکردم، امتحان میکردم یا حتی خودم اصلا خلقش میکردم و چون یونیک و خاص بود بقیه برای همدیگه ارسالش میکردن، سیوش میکردن، کامنت میذاشتن یا حتی هیت میگرفتن. همه فکر میکنن که میکاپ قاعده و اصول داره، ولی اصلا اینجوری نیستش. میکاپ هیچ قاعده و اصولی نداره، هر کی هر جور دوست داره میتونه که آرایش کنه. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، کارای عجیب غریبی بودش که خودم شاید یک بار بیشتر اون کار رو انجام نداده باشم، مثل همون بلندر یخ زده، ولی اومدم تجربه‌مو با شماها شیر کردم و اون حسم رو بهتون انتقال دادم و شما اون تجربه رو دیدین. و یه موضوع دیگه که خیلی مهمه، الان میخوام اون موضوع رو بهتون بگم. تداوم و استمرار چیزیه که اینستاگرام خیلی براش مهمه. تداوم و استمرار شما باعث میشه که شما ویدیو و پستای بیشتری تولید کنین و این باعث میشه که شما برین تو اکسپلور و وقتی شما میرین تو اکسپلور ناخودآگاه توی مغزتون دوپامین ترشح میشه و دوست دارین مدام محتواهایی بسازین که مدام برین تو اکسپلور. پس برای این که برین تو اکسپلور لازمه که محتوای خاص و یونیک داشته باشین، استمرار داشته باشین، کار عجیبی انجام بدین که شاید خیلی انجام ندن، که از چشم مخاطب جذاب باشه و براش جالب باشه که اون محتوا رو بشینه ببینه. حالا هر چیز جدیدی رو که بفهمم میام حتما بهتون یاد میدم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه دوستش داشتین لایکش کنین، کامنت بذارین و واسه دوستاتون بفرستین که اونا هم استفاده کنن. فعلا خداحافظ.